خب ما تاجیکان چی عبرت میتوانیم از این بگیریم؟ چی وضعیت داریم؟ حالا درست است که وضعیت ما در تاجیکستان مثل وضعیت افغانستان نیست و ما نه با اون شکل وضعیت نظامی و بی‌ثباتی داریم و نه وضعیت حکومت و اپوزیسیون ما مثل افغانستان است. اما هیچ کس کفالت نداده است که وضعیت به این سمت نمی رود و نخواهد رفت. من مطمئنم. حالا نمیخوام به کسی تهدید کنم یا باز کسی نگوید که این پس یگان برنامه دارن که این حرف رو میزنن. نه، عقل سالم میگوید، منطق میگوید که در صورتی که فساد هست، در صورتی که امام علی رحمان نمیخواد خودش و حکومت رو اصلاح کند، در صورتی که امام علی رحمان نمیخواد با هیچ کس گفتگوی جدی کند، پس 100% با این فقر و کمبزاعتی و با این مهاجرت و این با این فشارها بالای آزادی مردم، مشخص نیست که در تاجیکستان طالب به مثل طالب با وجود بیاد، ولی حتما یک تغییرات، یک گروه، یک نیروهای پیدا خواهند شد و میشوند و ما هم اونها را کمک خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه حق هر ملت است که دیگر دست به مبارزه بزند و خودمان هم این برنامه‌های اصلاحاتی و تغییراتی را داریم و اونها را قوی‌تر خواهیم کرد تا اینکه وضعیت در تاجیکستان دیگر شود.